لا 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 مامان نوروز بیا ما لا 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 جان شمی جانجوره جانجوره یا راست خیریت جانجوره شکر عید شما مبارک باشه عید شما مبارک باشه زنده باشیم ما از این روز هم دیگر خود ندیدیم من شما را از این روز ندیدم ندیدیم نه من شما را از این روز ندیدم ندیدی یعنی چه کار کنم که ندیدی خب خاطر که ما ایدی کنیم ما بگم عید شما مبارک باشه شما بگین تفریق باشه من گفتم عید تام مبارک باشه زنده باشه کجا بودین؟ ای تو خونه بودم من برم صحرا برم صحرا؟ کشون نه بخریدیم ها؟ به چندی بخریدیم؟ 300 300 چیزه بزنه به چه خواهم بخریدی کش؟ چرا نمیستونم نه من بزنه به چی ما کش نخریده نه بزنه به چی شما کش نخریده؟ نه چرا؟ میگه چرا؟ میگه خلاص شده ای خب این خلاص شده من میگوید میگه ایت خلاص شده شما امروز خریدین کش آخو؟ نه روزیت خریدم کیا خریدین؟ شوی شوی؟ همه چند روز که تیر شده؟ چند روز که تیر شده من یاد دارم دستا شما بیس کنم یاد من یاد دار که روی تو بیس کنم زنده باشه من همون روز که دستا به بو خود بیس نکردم یک دفعه دیدم به بوم چه شده به بوم روم بیس نکرد تپینک من بیس کنه یک بار دیدم که دست خود ببرد به کیسی خود دیگه جو کار خدمت ده که من برم بخیر چیزه شما خود چیزه یعنی این کار تا چیه؟ دست بیس کردن تا چیه؟ خاطر شما که 3 شب از من کلانترین ایده میفهمی ایده چیزه او گپ من تیر شدیم از این گپ من دیگه جو گپ آخر خوب بگو رفته اما بفهم گپ آخر خوب بگو دست به بو خود که بیست نکردم انا یک بار دیدم اوی دست خود بورد به کیسی خود باز به داخل کیسی و 60 روپیه بود انا گفت اگر این 60 روپیه ببسته دره ای خود 60 روپیه پیل دارم این 90 روپیه است تو 60 روپیه دیشن 90 روپیه تو دار یعنی 400 بیستی بیدیسی گردن من گفت 90 روپیه است تو آخی 60 روپیه دیش باز 30 روپیه دیگه کجا بود تو دار اونا خوب خوغاین که گفت این 30 روپیه خوغاین میکنه 90 روپیه بداد با من یعنی سلام بوده یعنی 400 بیستی سلامت باشه این لگوش من پیسا کنم آنه یا پیجهی پیجه یا میدی تو دیگه چی میدی؟ خیر بینی دیگه کار خدمته دیگه کار خدمته با خاکه خاکه یا گناه کریم بابا خاکه ولی خدا فید زنده باشه خیر بینی زنده باشی خیر بینی یار بچی دیوان زنده باشه پری جانای پری نامهربانه پری دل پژمرد من با تو جوانه پری یار زیبا توی دلبر رعنا توی از میان خوبان شاه دخترا توی از میان خوبان ایام عید شریف شما مبارک باشه شما به بیانسی عید گذشته تیاری گیلک جو اول خوبه بوی پیسپی میدی بوی پیسپی خوردم رفه اونم به نسیه به نسیه رفه شتنی شکر شکلت تو از مخویطه کلندری دستی میبیس میکنی گپینیه ایده میفهمم چی کار خدمت رختار نمیخریدی یا؟ به عید خریده بیدون تکا تکا بدر نکنم من بیتم برم هسته امروز خریدی؟ نه روز عید روز عید؟ جلو از عید بکرین و بدن خیاط بود دختر روز عید به برمه بود اندازه تو کی گیری؟
اندازی من خیاط گرگیل جون. خاطر نانیم هم یاد داره اندازی تو میگیره. نه بابا. گردنم ببر. آره اندازی تو ننه تو میگیره. کی؟ ننه تو اندازه تو میگیره و بر تو رخت میگیره. نه. خاطری عمر خود گیلت تو ملو و برخو کردی رفته. اینا رختار که ماما دینم بعد قصابه. نه بابا. خدا به تو اگه لگه بده. که خود خود خوب بگی چی کار خدمت؟ او دست او برای بوس کردم. نه ای با چون کنیر بیش که دیگه لگه یاد مبرم. ای با یاد ما هست دقیق. نه خیلی بینی نه باید بیش کنی. او برای دست او برای بوس کنم. خود دلیلی چیه حالا ویق دستم رو بیش میکنی؟ ماما نوروز بدیدی اماله؟ نه ماما نوروز خیلی وقت میشه اصلا به هیچی بام نمارم. نیم ساعت و 40 دقیقه پیش ندیدی؟ نه نیم ساعت و 40 دقیقه پیش ندیدی. چرا؟ او پولی با ما دادن. منطق چی داد؟ چیه ماما؟ کاغذ باله گرفتی نسبه بگو او که جی خو او که دستی بوش کرد دست او برای بوش کرد من هیته خوب با او دست خلبوزی کیسی خو کرد خوب نه بابا رفت کابوخداد میگه چیه ماما؟ کابوزگاده؟ این پول با داده اگه نگفته گیر به خود خرج کن نه بابا من تو دست خودشته به کیسی خود میکنی دستم من باشه گیر لگه اگه تو به خوشه و از اینی که ما به تو ایدی از کیسی خود بدر کنم بدو که خدا بابار بیامرزه براره من زنده بشه خدا بیارترم بیامرزه برا جون مدام من پول ندارم خیلی به دیاد من این روزا خرابه بفهمیدی کشمیشیه ها؟ کشمیشیه روزا قراری که دیدی لگه حقم دیگه عمال به سر دید منه که مرغم بمرده برای که میگردم که جیس عدلی پی بغرد بده مرغی بخیر و هم تخم کنی به خیر خوشیور که بیارم تخم مرغای بفریشید و پولای را میگم برای 20 لیفی فایده هم میگم 20 لیفی فایده؟ که چندی 20 لیفی فایده؟ مثلا اگه پیلام 20 لیفی فایده میشه مثلا تو اگر این پینجه خو ندی همین پینجه خو که تو علی بدی که ما برم با خود خو مرغی بخرم تخم مرغایی که بفریشید و تخم مرغایی که بفریشید و میام به تی حد 20 با فایده میگم تشکر باشه میچره ایدی من نمیدی؟ نه با ایدی تو را تخم مرغ بدون رفت دو تا تخم مرغ به ایدی میدم برو اگه دنم با میگه کشمه چه ایدی به تو داد بیا بده به من بخر خوبه اوه چه ایدی من نداره مده نداره دسته نداره با نداره زندهش آده کسی رک نیست دم دروازه برسیدی بیایم شنی جانجری شنی با هم سایدری نمیفهمیدی دیگه شنی جانجری شکر دام غنیمت افتر ای بال بسته کرد یاره دیگه خیلی پیشنهاد چینه گپ بخوره این ساعتیه؟ این ساعتی به چندی بفروشیدی؟ نفروشیدم من بخریدم از کجا؟ از بازار کام صاحب بازار چره؟ اینا رو کی خریدی نانی تو بس رو پاک کنم نه تو جیلا اینا که یک ساعتی که دوستان استفاده میکنه روزی خریدم دیگه همین آدم رفت عید شریف مبارک عید تو هم مبارک زنده باشه من خودت تو یک دیگه عیدی کردم کی؟ عیدی کردم دیو عید روزه؟ آره گیلا گپ بگو ایران به عید خریدم رختارم واسکتم ساعتم چیه گیلا؟ چطوره؟ من ماله که از این بر بیامدم من دست کجیری بیش کردم دستم همون روزه چره؟ ایدی کردیم ما ایدی که بکنی کیوه دیگه عید تو مبارک ایده اشته میفهم اشته دستم چی خودت بوس میگیری؟ عیدی یعنی گفتم گیلا جو عید تو مبارک خلاص دیگه نموید که دستم بوس کنی نانه کلونتری گناه داره نانه میگفت که برو به تکوچه دستم همسایان بیست که به تو پولی بدم نانه میگو به تو ایدی میدم پس مقصد عیدی نیه مقصد دست بوس کردنه که بخود پول جمع کنی غریبی ما غریبی نه که جمع باش میفهم که غریبی
بگو دست رو دیگه خلاص شد آه گوشت جمع کردن خلاص شد دست گوشت جمع کردیم ما او روز رو جمع کردیم خلاص شده دیگه حقیقت درستی بگو چه زد گوشت جمع کردن کی؟ دنیا یک نفر آدم 18 سیر 20 کیلو 20 کیلو یا 18 سه 18 سیر 20 کیلو یه برای یک سال گوشت خوب بخورن گله بیشتر شیر مورد تو چندی امال تو مردی چندی به کیسا خود داری مردی چندی به کیسا خود داری ما که پول به کیسا خوددارم حالا تو از من ایدی میایی که دست من گوشت بکنی آه خب حال دیم گفت ابا شو دست تو گوشت بکنم ایدی من بده خلاص خب عمل کن کشتی چندی پول میدی کشتی چندی پول میدی حال دیگه ایدی میایی آه کشته یک دقیقه کسی خودش تو نمیچینه بفهمیدی یک دقیقه یکی نمیچینه دوایی که رگی ما نمیچیلیدم نه بور اگه چلندی از تو به جمع ایدی بفهمیدی بفهمید 99 دادی کنه بگشتون کسی بار ندی اگه چلندی از تو سنجبیت هم نمیدم برو برکن بچرم تو ساندویچه بده سیه به جمع ایدی سیه سیه دیگه خوب اگه برو دست رو خلاص گوشتا خلاص جمع کردن شروع کردی دیگه با گدایی و دست پوست کردن و پول جمع کردن چند پول جمع کردی کی پینجیری پیک مرتکب مامان روز بداد کجیر گفتن به تا کوچه میده کجیر گفتن بده که من مرغی میخرم نه انا مرغ با تخم مرغ میکنه تخم مرغ با ما شما هفته با تو میارم مفته کنه چرت پولا خو بری مردم چی بغاز تو با اون کجیر بغاز دادی پولا خو چره وای تو حالا دست مردم بوست میکنی که پول جمع کنی بزرگ میده به کجیر بغاز همون کجیر پولا تو میده نمیده پولامه اگه دیگه تو پینجه خوردیدی بیا از تو پینجه دیگه هم بوست نه بابا نه برو پس میگی برون بست کنم برو اکره دایی نمیده به کجیر بدی نه خواهی کجیر بده دیگه لگه هم دایی برو تو برو پینجه به کجیر رو میگردی به ما میدادی دست ما خیلی بند تو اینجا بس اگه بره بگیر من ایتا برم اگه ازی بر بیام من ازی بر میرم خوب بابا خودش به جنجال لکه عباس به ما گفت خوشی خالتونه دیگه کار نخوره برو پینجه خور بست خب کجی کشو خالتونه که گم میشه پیش تو خب میگم این تو آدمی هسته که پولاتو بستن دیگه نمیبینی نه بابا 5 لازمی دایی میشه تو بله نمی پینجه بابا ایلا خب بس اگه اینجا همینجا محکم بگیری خوبه برو من خواهد کار ندارم برو پیدا کن پینجه خور بستو ای فهمید ای بستو برو مرگ ما کجا بخوریم شما چوکوکا چی مرگ ما این بتا تخم شلی هی یک نفر حال مگر میگه استاپ کنیم میشه که من اکثره خود چوکاتشون میگه آن نفر گلک جو سلام علیکم ایدی شریف تو مبارک واردیت یا ایدی شریف زحمت میکشن دیگه با تو ایدی تو شریف به مبارک کجا بودی گلک ایدی شریف ایدی قربون مبارک حال خود چوکوکا به ایدی نه نمیکنی تو نه به تو میگم تو گوش داد جپه هر چی چوکو گوش نه به تامی زمین ماله خر مرده ندیدی خر مرده؟ خر مرده چره؟ خر مرده سکو تو خر مرده چیز کو همین کله خر مرده بیار به سر چوب کو به میکشی زمین بشون البته و چوکوکا خیال میکنن که اینجا خر استاده خر میترسن حاله به از این زمین لای خر مرده میشه همیت مگر استاده بشه روش کد اگه تو چوکو بدینی لمبوس مر میزنی یمینه که دستم تار شد ناشتن جانجیر جرستی خیلیته عید مبارک باشه عید تو تیر شد برده عید زنکای دگالگی لخش تو عید زنکای چی فرق میکنه تو نهنه خود به عیدی نمیبری نه من خود میرم من شکر تیار هستی یک آدرسی از تو پرسان کنم آدرس چی؟ یک آدم کلاورداره ندیدی آدم کلاورداره؟ چی آدم کلاورداره؟ کی؟ ایشتا کلاورداره؟ کلاوردار کجیر معلم ها کجیر؟ او از که فتر با کلاورداری کرده شروع کرده به چه شما نه؟
نه برارزاده منه برارزاده. بیا الو خود بده کاکا گیلک بیا مدیری اپیریه اپیری دیگه باید اپیری مدیری اپیری برارزاده دیگه بچه مدیری چه کار شمونه جوانان مرد خدا عزیز در 2 ساعته چرت زنو نمیفهم چه کاره منه مدیری نمیفهم اشتنه دیگه ایده دیگه این تیر شد که به زندگی خوب شد شکر الهی شکر خوب چندی پول خرج کردی تو خرج دیگه گیلک به اندازی ضرورت به خونه هرچی به کار باشه خرج کردن دیگه پول یه لبیله که ما خرج نمیکنه چند ولی موها خوب است رفت کردی گردن خب بل باشه یک قرآن خرج نکرده یک قرار گیلک همون بره به تیم 4 منه شیش دیدم نه اصلا همون جمع پول به در به خشک هسته دروازه قندهار ها؟ دروازه قندهار اونجا مدام شیش نمیدی تیار میکردی حالا همون پول همونجا بود به تسرگ نشی یک دن خدای نکنده باشکل چیزی طور میزنه تو غم خود بخور بیتره به خیالم که به کیساتم دیف کنی یک موش مرده پیدا نمیشه 2 تا موش جمع کنه یکی دست پای میشکنه گیلا یعنی هیچی به نمیبینی ها تو رو مال حالا به جلوی میستاده میبینم ماه شب عجی طریق اکدو طریق عجی طریقه 50 رالده نمیتونه میتکرده عجی طریقی کیته 1 2 3 30 روپیه 60 روپیه باور کن ما با برار خویدی ندادم گیلا که وقت امسال میت کشمیشی بود که چی بگی بیا با تو میدم بیا چنده بیا یک بچین بیا جوان بیا دیگه جوان خربتی بیا 20 به تو میدم به عنوان ایدی نمیدم به عنوان عزی میدم که تو بعد اینجا همین چوغک موغکار رم دی باشه من کجیر پیدا کنم میام رم میدم چرا کجیره؟ کجیره مگر من رم دم نه کجیر رم نمیدم نه چیزه چوغکار رم میدم کجیر کلا من برداشته بابا تو به عمر کلا ندیشتی غیر از این شال به سر تو بدم اینجا ایستون نگاه تا مرغم تو خون که تو پول میارم خب خیلی میاره دیگه برو تو کجیر می پول بستونی برو 10 تا پول بستون همین دیگه همین چوغ موکاسه همین سفر خاطر عباس گفت اگه کلاوردار دوگیره گفت خب عباس تو را سر خو کاسه همین سفر برو جمیلا چوغکار رم ده 20 روپیه به تو مازدگار میدم خب هی گیرگی بری بر نری نه هی به 20 روپیه به تو منطقه سیزی پاک نمیکنم خدا فکر بسید چوغکار میتا بخورید یک دانه خیلی بده به جلونه نمانه